کشاورزان ختلانی میگویند گرمای امسال حاصل لیمو را افزود. گرمی نقص‌تر نقص می‌بیند لیمون. نظر به صورت این سال خیلی نقص‌تر اومد. خودبدین در این گرمخانه 40 درخت لیمو دارد. امیدوار است تا 2 تن لیمو جمع می‌کند. 2 تنش خیلی از امروز خطی 8 تا 70 تن سومون خریداری کردیم. کیلوگرمش خریداری کردیم. در ناحیه جیهون این نوع لیمو که با نام طلا رنگ ختلانی مشهور است بیشتر خریدار دارد. لیمون در ولایت ما که 4 نفر در یک خانه که زندگی میکنیم مقصد رو به همین لیمون پروری است. مقصد درآمدهای خوب است. حساب لیمون است. در ناحیه جیهون 12 خواجگی در 125 هکتار گرمخانه ها لیمو پرورش میکنند. کشاورزان هر نهال لیمو را از 20 تا 70 سامانی میخرند. سنگیر ناحیه مثال هوایش گرم میباشد. خوکش یعنی معتدل نقض میباشد که برای سبزیش نه اینکه لیمو برای سبزی دیگر نمودی میوه هم خیلی هم خوب میباشد. از بس که برای همین شده در این منطقه میوه تیز میپزند حاصل خوب میگیرند با طلبات بزرگ جوابگو میباشند. باغداران این ناحیه افتخار میکنند که لیموی بهترین در باغ آنها پرورش مییابد و در خارج کشور نامدار است. مزه و لذت و تبواتناکیش به حد دیگر است. طلبات به لیمون ما زیادتر است در طرفهای خارج. کشاورزان جیهون سال 2017 زیاده از 3000 تن لیمو گرفتند و 70% آن را صادر کردند. امسال این رقم به گفت مقامداران ناحیه خواهد افزود. دولت‌های روسیه، قزاقستان و قرقیزستان خریداران اصلی لیموی جیهونند.